درود دوستان، مانی هستم. امیدوارم حال همتون خوب باشه. امروز اومدم پیشتون یه ویدیو براتون بگیرم از BMW مورد علاقه خودم سری 5. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. آقا یکی از دلایلی که خودم عاشق این ماشین هستم اینه که این ماشین یه پکیج کامله. از نظر من اسپورت، یه لیموزین خانوادگیه و برای اونایی که عاشق دریفت هستن این ماشین بی‌نظیره بچه‌ها. تو زمان خودش این ماشین با 3 مدل موتور طراحی شده که 2 مدل 6 سیلندر و یه مدلش 8 سیلندره. گشتاوری که به شما میداد بسیار بالاه و در اون زمان آپشن هایی که این ماشین داشت به نوبه خودش بسیار بی‌نظیر بود. این ماشین کولر، بخاری، زیتس هایسونگ. این ماشین البته همه این مدل ها ندارن ولی این ماشین اشتند هایسونگ و اشتند کلیما داره. یعنی اگر شما تو تابستون گرم باشه توی ماشینتون، قبل از ورود به ماشین میتونستین با ریموت کنترل این ماشین رو خنک کنید داخلش رو، و زمستون اگر زیر برف باشه و هوا سرد باشه شما میتونید قبل از اینکه بیاید 10 دقیقه، نیم ساعت، 20 دقیقه قبلش ماشین رو بزنید، اتوماتیک گرم میشد و شما میومدین سوارش میشدید. این آپشنایی هست. پرده عقب 4 تا شیشه برقی، تو دوزی چرب. به اصطلاح میشه گفت سری لوکسوس BMW رو معمولا میشه تو سریای 5 و 7 پیدا کرد و از نظر من فیس و قیافه این ماشین به نظر من تکرار نشدنیه. من خودم به شخص عاشق این ماشین هستم. یکی از دلایل انتخاب من هم همین آپشنایی بود که بهتون گفتم. I've been living life right like I could just die any minute. Don't pull right down the side. PCH, country limit. I don't need a guide. Follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? داخل این ماشین هم ببینیم لایدری، 4 تا شیشه برقی، آینه های برقی و آینه تاشو، صندلی ها چرم به این شکلی که میبینید. اینم داخل کابین. مانیتور این ماشین رو عوض کردم. این خودش داشت ولی خب چون من میخواستم اندروید باشه عوضش کردم و الان یه اندروید گذاشتم. ببینید گرمکن صندلی و پرده عقب و سنسور دور این ماشین. اینا بچه‌ها شاید الان یه آپشنای معمول برای ماشین حساب بشه ولی تو اون سال بی‌نظیر بوده و اینکه هر ماشینی این آپشن ها رو نداشت. خب بچه‌ها من نخواستم زیاد تکنیکی راجع به این ماشین توضیح بدم و خیلی ریزش کنم چون راستش رو بخواید این ویدیو یه ویدیو دلی بود راجع به ماشینی که خودم دوست دارم و اینکه اگر یه توضیح بخوام راجع به این ماشین بدم، این ماشین رو من با پلاک تابستونی مله کردم، یعنی ثبتش کردم. شما تو آلمان این امکان رو دارید که ماشینتون رو فقط تابستون‌ها استفاده کنید یا برعکس زمستون‌ها. البته خیلی هستن که این ماشین رو روزمره استفاده میکنن ولی خب من فقط اگه شما ببینید رو پلاکش، من فقط میتونم با این ماشین از برج 4 تا برج 9 رانندگی کنم و بقیه سال رو تو پارکینگ هم هستش و بسته است. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. برای دوستانی که ماشین باز هستن، اهل ماشین بازی هستن، بفرستید لایک، کامنت و سابسکرایبتون باعث میشه که من انرژی بگیرم و ویدیو بهتری براتون بذارم. موضوع خودتون باشید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love